یو واتساپ گایز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل مالتان گیمینگ. امروز میخوام بازی جی تی وی رو بازی کنم. البته نه اون بازی که 10-11 سال ما داستانشو بازی میکنیم. امروز میخوام شما رو با یه داستان دیگه که خودم ساختمش آشنا کنم. داستانی که در جی تی وی با استفاده از مودها میتونید انجامش بدید. خب بدون معطلی بریم سراغ داستانمون از این قراره که یه پسره به اسم گلاموک، که ما بلوچه بیشتر گلاموک به کار میبریم، یه پسره به اسم گلاموکه که فرزند عبدالقادره. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و چینل رو سابسکرایب کنید. خب دوستان، داستان از اونجا شروع میشه که گلاموک در خونه خودش خوابه و پدرش کشاورزی رفته کشاورزی. زیوه صدا پای میاد. مامانش اومده میگه که پسره، بابا هنوز خونه نیومده، میشه بری نگاه کنی تو مزرعه؟ شاید هم اونجا باشه. خب گلامو که بیچاره که هنوز تازه اومده خوابیده میگه که من حوصله ندارم. خودش میاد دیگه، ولی مادر دست بردار نیست و میگه بلند شو برو دنبالش. خب گلامک بلند میشه، به مادرش میگه که منتظر بمون، من برم ببینم تو مزرعه کجاست، اونجا میارمش. خب ما الان دیگه داستانمون شروع شده، ما هم بریم دنبال بابامون ببینیم کجاست. خب اینم بهتون بگم که گلامک هیچی نداره به غیر از یه موتورسیکلت که اونم موتور ایرانی بیچاره خریده، نمیتونه خارجی بخره. خب شب میدونید کلاه ایمنی هم باید به سرمون کنیم. واسه کلاه ایمنی و سرت کن گلامو. حالا خوب شد، بریم. خب مزرعه یکم دوره، بریم ببینیم اینجا مزرعه بابا، ببینیم این بابا کجاست. یک گازی بدیم تو این مزرعه، یک چرکی هم بزنیم بریم گلامو که شیطون. خب دوستان، همینجوری که میبینید من اومدم اینجا مزرعه. الان شب، هیچی هم دیده نمیشه، ولی تا جایی که من میبینم اینجا کسی پیداش نیست. همهشون رفتن دیگه. شب معلومه ساعت 12 شب، همهشون رفتن خونه دیگه. اینجا کسی نیست. اینجا یه نگهبان است، ازش بپرسم ببینم شاید اون دیده که کجا رفته باشه. موتور رو خاموش کنیم بریم ببینیم. سلام، چه خبر؟ خوبی؟ علیک سلام گلامو، خوبی؟ ببینم بابامو ندید اینجا؟ نه اینجا نیست، چی؟ رفته پیش رئیس. با رئیسش رفته؟ آره من دیدمش. آها، باشه. خب دوستان، اینجا از نگهبان پرسیدم، گفت که با رئیسش رفته خونه رئیسم یکم دوره. من چون شماره‌شو ندارم بهش زنگ بزنم. مامانم گفته بود که من به هرچه زنگ میزنم به بابات شماره رو بر نمیداره. خب مجبورم خودم برم اونجا خونه رئیس. اگه اونجا است با خودم میارمش خونه، چون وسیله نداره، من وسیله دارم میارمش خونه. ولی اگه اونجا نیست، خب رئیس میدونه کجا رفته. خب من برم ببینم کجاست. خب دوستان، همینطوری که میبینید من تقریبا رسیدم خونه رئیس. اره اینجاست خونش. اینه، ببینم اینجا نگهبان وایستاده. یه درشون وره، یکی اینجاست. ببینم از نگهبانه بپرسم، شاید خبر داشته باشم. سلام. سلام. ببخشید بابام اومده اینجا؟ آره کجاست؟ رفته پیش رئیس. پیش رئیسه؟ آره من برم داخل، اجازه است؟ اصلا چیزی نداری؟ نه اسلحه من ندارم، من جیبم خالیه، نترس، من اسلحه ندارم. آها باشه، بریم. برو. بیچاره ترسیده، میگه تو اسلحه داری شاید. بریم داخل ببینیم کجاست. سلام، خونه رئیس همینجاست؟ آره برو از همین برای ایناش اینجاست. بریم ببینیم داخل، ببینیم کجاست. سلام، خوبی؟ سلام، امر تو. ببخشید بابام همینجاست؟ نه اینجا نیست. کجا؟ اینجا نیست؟ نه. اون داداشه جلوی در گفتم اینجاست که. آها پسر گلا عبدالقادری. آره همینجاست، رفته اون پشت، رئیس کارش داشت. آها رفته پشت واسه کاری هم. باش من برم ببینم. خب دوستان، این میگه که برو اون پشت هم اونجاست. خب برم ببینم.
چه خبره؟ اوه صدای عجیب غریبی میاده. ببینید اینجا رو، ماشینا رو کیف کنید، چه ماشینایی داره. اونجا چه خبره؟ انگار پارتی زدن. ما بریم ببینیم. یکی رو دارم میزنن. این پدرمه. خدا بس دیگه. پدرم نیست. صبر کنید، چه خبره اینجا؟ اینجا چه خبره آخه؟ چرا میزنید بابام بیچاره رو؟ غلامک توی بابات ماشین با پسرم آورده ولی زده به جای ماشین خراش خورده. چی؟ ماشین پسرت خراش برداشته به خاطر همین میزنی؟ آره دیگه، باید ادبش کنم که دیگه از این غلطا نکنه. این دیگه چه کاریه آخه؟ یه پیرمرده، نزنید بیچاره رو. باشه پس بیا ببرش، ولی دیگه از این غلطا نکنه. به خودم میبرم انشالله دفعه دیگه از این غلطا نمیکنه. خود من نه منو نزن بیچاره. این همه نگهبان اینجا وایستاده، اگه من یکی رو بزنم اینجا تیربارونم میکنن. رای دیگه نیست، باید بریم از اینجا. خب بابا از اینجا بیا، از اینجا بریم. دمپایی پوشیدی، هم دمپایی های و دقیل کفش میپوشیدی، ابرومونو بردی. خب بریم از اینجا، بابامون از اینجا ببریم. خب معلومه اینجا من اسلحه‌ای دارم نه چیزی، اگه دست اینو بلند کنم همهشون با منو تیربارون میکنن با اسلحه‌شون، دیگه نمیتونن کاری انجام بدن. ولی میدونم با پسر این رئیس چه کار کنم. چه ماشینایی داره لامصب، لند کروز، رولز رویز، چیه فراری چیه نمیدونم. ماشینای خوبی داره البته. یه ماشینم اینجا داره، این ماشین فکر کنم ولی نگهبان است. ما موتور خودمونو برداریم و از اینجا بریم. بیا بابا جون بیا سوار شو. کجایی؟ بیا سوار شو بریم خونه که اینجا خیری نیست. ولی من میدونم فردا چه کار کنم با این پسر رئیس. سوار شو بیچاره، همینقدر زدنش که نمیتونه بیچاره راه هم بره. خب دوستان، ما الان بابامو ببرم خونه برسونم، شبو بخوابم، صبح میدونم با این چه کار کنم. خب تا اونجا میدونید که راه دوره، تا یه ساعت دیگه میبینمتون. 1 hour later. خب دوستان، همینطور که میبینید تقریبا من رسیدم خونه. الان هنوز شب، نزدیکی ساعت 2-3. بریم خونه بخوابیم، دیر وقت مخواب ما رو هم حروم کردن. بیا موتور اینجا پارک کنیم. بابا جون بیا بعدش، بیا دنبال. جوری زدنش که بیچاره داره وی میکنه تو راه. مامان خونه ای؟ هنوز هم اینجا وایستادی؟ بیا اینم بابا رو آوردم. بابا کجایی؟ اینش بابا رو آوردم. البته اینو بگم که بابا رو خیلی کتک زدن به خاطر این که ماشین پسر رئیس و البته خراش وارد کرده. نمیدونم رانندگی بلد نیستی بابا، چرا میبری اونجا رانندگی میکنی؟ ول کن این کارو دیگه. هم مالی اونا رو میکنی، هم این که دارن میزنن کتکت میزنن. ول کن اونا رو، هم بخوابم فردا برم کار دارم. خب دوستان، همینطوری که میبینید الان صبح شده. البته صبح هم نیست، ساعت 10-11. ما زیاد خوابیدیم. خب بابا رو گفتم امروز نرو سر کار، امروز هم اینجا بمون که خسته ای زدنت. اوناش بابا بالای به مامان گفتم که نظر بره کار کنه. و من هم یک کار کوچولو دارم، یک کار نیمه تموم دارم که برم اونو تموم کنم و برگردم. کلاه رو سرت کن پسر جون. حالا خوب شد دیگه، بریم دیگه کار داریم. این موتور گاز بده، گازش بده تک چرک بزن. اوی بریم ببینیم پسرش کجاست. خب دوستان، الان من اومدم اینجا زیر این درخت وایسادم تا ببینم هر وقت پسر از اینجا اومد بیرون دنبالش کنم ببینم کجا میره. تا اون موقع ببینم کجا میره گیرش بیارم، یه مشت لگتی بهش بزنم تا بدونه که با کی در افتاده. خب ما یکم اینجا منتظر میمونیم.
خب دوستان از بس که وایستادم الان بارون شروع کرده به باریدن. لباسم داره خیس میشه ولی مجبورم وایسم دیگه. خیس شدن و مشکلی نیست ولی حسابی به اون کتکی بزنم تا بدونه که دیگه از این غلطا نکنه. ماشینش داره از اون داره میره. برم ببینم کجا میره. یکی کم دنبالش باشم کنار خونه نزنمش. اینجا بزنم همه اسلحه دارن منو میکشن. آره داره اینه ماشینش داره میره. خب دوستان همینجوری که میبینید من هنوز دنبالشم. این نمی از وایسادن نمیگیره چون که بارون داره میبره. نمیتونم زیاد تند برم. باید دنبالش باشم ببینم کجا میره. یا نه این که بزنم جلوش یک کتک حسابی بهش بزنم. خب کار دیگه نیست باید بزنم جلوش. چرا بوق میزنه؟ باید شوری کلاهی منی سرم کردم که من نبینه. پدر منو میزنی. ماشین تو بذار بزن. بیا اینجا. بزن خیلی بلده. بزنش که صافت عوضی. منو میزنی؟ بزن که صافت عوضی. بدر منو میزنی ها؟ بابا میزنی؟ میدونم باید چی کار کنم. مشت لگتی بخوری. دیگه نزنی ها. خب دوستان از اونجایی که میبینید خیلی زدمش الان بیهوش شده اینجا افتاد. بزن که صافت عوضی. بابا منو میزنی ها؟ همینجا بخواد. اینم ماشینشه. بذار ماشینش هم داغون کنم تا بدونه با کی در افتاده. خب اینم از ماشینش. اسلحه که ندارم ولی مشت لگت که دارم. این نمیشکنه که. ماشینش هم یکم قویه. نه بابا این نمیشکنه. خب یه چیز دیگه دارم سراغ خودم. فراموش کردم من یه چیزی دارم اینجا تو موتورم. ایناش در مواقع ضروره به کارم میاد. هنوز بیهوشه. دارم اونجا بمونه. این ماشینشو بشکنم. خب دیگه بعد از اینجا برم چون نزدیکه. شاید اونا بیان ببینن منو میکشن. از اینجا فرار کن پسر. دیگه نبینمت این طرفا. خب دوستان همونطور که میبینی انتقام بابامو ازش گرفتم. زدمش همونجا داغونش کردم. الان بریم خونه دیگه. خب دوستان همینطوری که میبینید من الان رسیدم خونه. اینجا خونم. بابام اینجا بیرون چرا وایساده؟ سلام بابا چه خبر؟ برو گم شو گلامو. خونه نیا. برو از اینجا فرار. چرا نه؟ چی شده؟ تو رفتی اونجا پسر رئیس رو کتککاری کردی. زدی بیهوشش کردی. کنار جاده انداختی و داریم یه خونه. رئیس زنگ زده بهم. من همه چی خبر داره. من انتقام تو رو گرفتم دیگه چه کارش کنم؟ اون داشت رو میدن منم را زدمش. فقط از اینجا برو. امشب و اینجا چی؟ نباش. برم از اینجا؟ خب کجا برم؟ خونم اینجاست که. برو خونه عموت. امشب اونجا بمون. خونه عموم یه دیوونه است. من نمیرم خونه اون. مجبوری بری اونجا دیگه. فقط امشب میمونم. فردا صبح میام البته. خودم بهت زنگ میزنم. باشه پس. باشه برو پیش عمو. باشه من میرم خونه عمو. میزنم بعدش بیا. خب دوستان همینطوری که میبینید پدرم بهم گفت که امشب خونه نباش چون رئیس خبر داره تو رفتی پسرشو زدی. خب میگه که من میام پسر تو یه درس حسابی میدم. خب من اینجا نباشم بهتره. بهم گفت برو خونه عموم یه دیوونه تموم عیاره. البته اگه ببینیش خودتون میدونید دیگه چطوریه. خب الان دیگه راه چاره دیگه نیست. باید برم خونه عموم. تا اونجا یه نیم ساعت راه زیاد دور نیست. نزدیک. میرم ببینمش. خب دوستان الان من رسیدم نزدیک خونه عموم. البته اسمشو بهتون بگم. اسمش هست دلمراد. عمو دلمراد که خونش نزدیکی است داره اینجاست. برم ببینم خونش. ببینم اینم اینجاست یا نه. اول در بزنیم ببین. شاید اینجا نباشه.
سلام عمو، چه خبر؟ خوبی؟ عمو اینجا داخل خونه؟ کیه داره در میزنه؟ آها گلابک توی؟ بله منم گلامک. میام. باشه آره داره بیا میام. تو مشغولم. سلام عمو، اینجا نیست که. سلام کجایی؟ اینجا من تو دستشو نه برو نیومدم. چه کاریه داره میکنه اینجا؟ خونه شو ببین. منتظر بمون کارم تمام بشه. خونه عمو دلمراد خیلی بزرگه ولی هنوز ازدواج نکرده. خب اینم از خونهش یه تخت داره دیگه، چیز بیشتری نداره. یکم منتظر میمونم تا بیاد. سلام عمو، خوبی؟ سلام گلابک، چه خبر؟ اومدی این طرف ها؟ آره اومدم خونت. بابام گفت که امشب و اینجا بمونم. اینجا که جایی واسه تو نیست. چه کار تختت داری اینجا؟ بزرگ، دو نفره، من این طرف میخوابم تو اون طرف، یا اینکه من تو رو مبل میخوابم. مبلتم کثیفه فکر کنم. باشه من پایین میخوابم، تو اینجا بخواب. برو گم شو که صافت عوضی. خونه به اون بزرگی اومده اینجا بخوابی، من واسه خودم جا ندارم. امشب را بده دیگه، من ازت میترسم ولی چرا بترسی؟ هیچ راه چاره‌ای نیست. چه کار کردی مگه؟ نه من کار اشتباهی نکردم، فقط رفتم یکی رو کتک زدم. البته کتک زدی؟ کیو زدی؟ چرا زدیش؟ چرا کتک زدم؟ چون بابامو زده بود، منم رفتم کتکش زدم. کی بابا تو زده ببینم؟ پسر رئیس بود، همون رئیس مایکل است، پسر همونه. آها میدونم. اون جیمی رو میگی؟ جیمیه فکر کنم. همون جیمیه چیه اسمش؟ من نمیدونم. آره فکر کنم همون جیمیه. آره. آه. خب حالا من چه کار کنم؟ بمونم یا برم تو کوچه برم اون مزرعه جای بمونم بیرون؟ همین یه شب باشه امشب و اینجا میمونم، فردا میرم. خب دوستان، همینطور که میبینید عمو دلمراد بهمون اجازه داد که اینجا بمونیم، فرداش از اینجا میریم ببینیم خونه چه خبره. خب شاید اون موقع دیگه بابام زنگ بزنه، گفت که زنگ میزنم. خب دوستان، همینطور که میبینید الان پسرش اومده پیش رئیس مایکل، داره شکایت میکنه که اون منو زده، لاتو پارم کرده. خب تو چرا ازش انتقام نمیگیری؟ خب الان این رئیسه قرار گذاشته که با این دوتا بادیگاردش بره پیش اون همون مزرعه داره گلامک، البته پیش پدرش عبدالقادر، ببینن میتونن درستش کنن یا نه. خب اینا سوار ماشینشون میشن. ماشینشون رو ببینید، این ماشین لند کروزه دیگه. خب نگهبانا سوار ماشین میشن، الان از اینجا دارن میرن خونه عبدالقادر، همونجا تو مزرعه. چه ماشینی دارن لامصب، اونا بیچاره فقیرن، یه موتور دارن. خب دوستان، همینطور که میبینید الان رسیدیم خونه گلامکینه. ببینیم. ای عبدالقادر بیا بیرون، گم شو کثافت عوضی. سر منو میزنی ها؟ بیا بیرون، درو باز کنی ببینیم. چی میگی تو کثافت عوضی؟ بزنید همه رو بکشید ببینم این یکی کجاست. چیکش در نمیاد. کجای گلامک؟ که راه رو اینجا پیدا کردم زیر زمینه. اینجای کثافت عوضی. نزن رئیس، چی تو رو میگی؟ خدا نزن منو. پسرت کجاست؟ پسرم نمیدونم، نمیگی؟ هنوز نیومده خونه، اینجا نیست. به پسرم کاری نداشته باش، تقصیری نداره، بچه بوده این کارو کرده، ببخشش. من از طرف اون معذرت میخوام. کاری بهش نداشته باشم ها؟ کثافت عوضی. حالا دیگه خوشحالی ها؟ نزن. بزنید کثافت عوضی رو. خب دوستان، همینطوره که میبینید الان مایکل اومده عبدالقادر رو هم کشت، مامان گلامک رو هم کشت. الان دارند از اینجا فرار میکنن، ولی اون گلامک بیچاره هنوز خبر نداره چه اتفاقی اینجا افتاده. خب بیچاره رفته خونه عموش، پدرش گفته بود. اینا هم از اینجا فرار میکنند و دارن میرن که کسی نبینه اینا رو.
دوستان اینجا من اومدم بیرون چون خواب بودم و یه تلفن بهم اومد که خونه کنار خونه تیراندازی شده، یعنی نزدیک خونه صدای تیر می اومد. منم حدس میزنم چی شده، البته باید با سرعت برم اونجا ببینم چه اتفاقی داره میفته. حدس میزنم اونا اومدن یه کاری میکردن، زود برم اونجا ببینم چه خبره. من با سرعت خیلی زیاد الان دارم میرم خونه ببینم چه خبره، آخه تیر چیه دیگه. اینجا کسی پیداش نیست، نکنه بهم دروغ گفتم. موتور رو ببرم داخل، اینجا چه غلطی میکنه. بیار اینجا موتور، زود برم ببینم چه خبره. سلام بابا، مامان، من اومدم خونه. مامان، اینجا چه خبره؟ بیچاره مامان رو زدن کشتن. آخه این درست خدایی. بیچاره مامانش، غلامو که بیچاره مامانش رو کشتن. آخ بیچاره. بابا اینجا برم ببینم پدرش کجاست. بابا، غلامو که بیچاره زیاد دنبال باباش گشت، پیداش نکرد. یه زیر زمین بود، میره اونجا ببینه چه خبره. باباشو هم کشتن بیچاره. خب دوستان، همینطوری که میبینید غلامو که بیچاره داره گریه میکنه، باباشو هم کشتن، مادرشو هم کشتن. خب میدونه کار کیه دیگه. البته خودش نمیتونه اونجا انتقام بگیره چون نه اسلحه‌ای داره نه کاری، حتی با اسلحه هنوز کار نکرده غلامو. خب اینم از قسمت اول بازی GTA که داستانی که خودمون ساختیم. الان پدر و مادر غلامک کشتن و غلامک در فکر اینه که ازشون انتقام بگیره، ولی چون دستش خالیه، اولا این که خودش نمیتونه اسلحه حمل کنه یا با اسلحه کار کنه چون هنوز کاری به اسلحه نداشته، آدم صاف و ساده‌ای بوده. دوما این که خودش تنهاست، اونها یه لشکرن، اونها گارد دارن واسه خودشون، هر جا میره گارده ها همراهشون هستن. خب نمیتونه اونا رو به تنهایی بزنه. و در آینده این غلامک چطوری انتقام اونو میگیره، حتما برای این کار ویدیو رو لایک کنید، چینل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو حتما فشار بدید تا که ویدیو جدید اومد حتما اون ویدیو بهتون برسه پیامش و شما زود بیایید ببینیدش. خب الان که دارید میبینید غلامک خیلی عصبیه دیگه. حالا دیگه باید انتقام بگیره از مایکل و پسرش. خب در یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یارو نگهدارتون.